بر اساس تعداد نفراتی که در منطقه در عملیات امداد وجود دارن، ما میتونیم عملیات امدادمون رو مدیریت بکنیم. اگر تعداد نفرات کافی وجود داشتن، یک نفر رو که معمولاً با تجربه ترین نفر گروه هستش به عنوان رهبر یا لیدر قرار میدیم. این یک نفر که معمولاً با تجربه ترین نفر گروه هستش، دستوراتی رو برای عملیات نجات اعلام میکنه به نفرات. تاکتیک های سرچ هم بر اساس نوع بهمن، بر اساس اندازه بهمن، بر اساس تعداد نفرات دفن شده زیر بهمن و بر اساس تعداد امدادگری که در منطقه وجود داره تعیین میشه. در ابتدا یک نفر میتونه مسئول برقراری تماس با نیروهای امدادی باشه، محل بهمن رو، شرایط بهمن رو، تعداد نفرات مدفون و بقیه اطلاعات رو به نیروهای امدادی اعلام بکنه. دقت بکنیم که موقع تماس گرفتن حتما باید فاصله‌اش رو با تیم جستجو و دستگاه‌های ترانسیور حداقل 25 متر حفظ بکنه. کمک مهمی که سونداژ زدن به ما میکنه اینه که محل دفن مدفون و عمق دقیق دفن مدفون رو به ما میده. قاعدتاً باید تناسبی وجود داشته باشه بین عددی که ترانسیور به ما نشون میده و عمقی که سونداژ برای ما نشون میده. مثلا اگر ترانسیور به ما عمق 50 سانتی متر رو نشون میده، ما قاعدتاً نباید دنبال پیدا کردن مصدوم در عمق 1 متری باشیم. نکته دیگه در سونداژ زدن اینه که همیشه سونداژ رو به شکل عمود بر سطح باید قرار بدیم و حتما با 2 دست هدایت بکنیم به داخل برف. به خاطر اینکه اگر سونداژ عمود نباشه ممکنه مسیرش در داخل برف منحرف بشه و برخورد نکنه به مصدوم. یکی از روش‌های سونداژ یا سوند زدن اینه که در نقطه‌ای که ترانسیور به ما کمترین فاصله رو نشون داده، سونداژ رو با نقطه‌هایی به فاصله حدود 25 سانتی متر و به شکل حلزونی ادامه میدیم تا در محلی نقطه برخورد سونداژ با بدن مصدوم یا با بخشی از مصدوم رو حس بکنیم و از اونجا به بعد وارد مرحله بیل زدن یا شاولینگ میشیم. بر اساس اینکه ما چند نفر امدادگر در منطقه داریم، تاکتیک بیل زدن ما میتونه متفاوت باشه. نکته مهم در ارتباط با شاولینگ یا بیل زدن اینه که وقتی محل مصدوم رو توسط سونداژ پیدا میکنیم، دقیقاً از محل سونداژ بیل زدن رو شروع نمی کنیم. معمولاً و در شیب‌های معمول کوهستانی و بهمنی که حدود 30 درجه هست، وقتی محل مصدوم رو با سونداژ مشخص کردیم، سونداژ رو در محل رها می‌کنیم. بین 1 تا 1.5 متر از محل سونداژ فاصله می‌گیریم به سمت پایین و از اون نقطه شروع می‌کنیم به بیل زدن. شاولینگ یا بیل زدن یک فعالیت خیلی انرژیگیر هست و خیلی انرژی بر هستش در پروسه نجات بهمن و بر اساس تعداد نفرات تاکتیک ما میتونه تغییر بکنه. یکی از روش‌هایی که برای بیل زدن یا شاولینگ استفاده می‌کنیم به این شکل هستش که نفراتی در جلو قرار می‌گیرن که وظیفه‌شون خارج کردن برف و تخلیه برف از محل حادثه هستش و نفرات پشت سر یا نفر پشت سر وظیفه‌اش در واقع تخلیه نخاله‌های برف 2 نفر جلو هست. در این روش 3 نفره 2 نفر میتونن در جلو و 1 نفر در عقب فعالیت بکنن و به خاطر فشار بدنی که این روش داره میتونیم در هر 2 یا 4 دقیقه ترتیب نفرات رو عوض بکنیم. همونطور که ما گفتیم هدف ما از شاولینگ تخلیه برف قسمت پایینی مصدوم هستش. بنابراین از کندن چاله و شکل‌های شبیه به چاله و گودال باید در برف اجتناب بکنیم. ما باید کل پروفیل برف رو از پایین محلی که سونداژ زدیم تخلیه بکنیم تا بتونیم در وهله اول به راه‌های هوایی مصدوم دسترسی پیدا بکنیم، از سلامت و زنده بودن و ایمن بودن مصدوم مطمئن بشیم و بعد در نهایت مصدوم رو از زیر حجم برفی که احتمالاً برف خیلی سنگین و سختی هستش خارج بکنیم و بقیه عملیات امداد رو انجام بدیم.